بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی که شما توی سالید میاید یه قطعی رو مونتاژ میکنید و وقتی که نیاز پیدا میکنید که دمونتاژ اون قطعات هم داشته باشید، میاید توی نوار ابزار اکسپلود ویو رو انتخاب میکنید. بعد ببینید روی هر کدوم از قطعات که شما میزنید کلیک میکنید، کلیک چپ، یه فلشی میاد به همون جهتی که اینو میخواید. فلش رو میگیرید، ببینید، و اینو میاد جدا میکنید. الان بالا قسمت پیچ این قطعه مونتاژی رو جدا میکنیم و بعد کلیک میکنیم. ببینید این به اصطلاح مهرش چارپره، بعد زیری واشر داره. واشر رو شما نیاز دارید که جدا بکنید. ببینید حالا میاید این قسمتی که ال شکله، ال شکل رو جدا میکنید. من چون که دستم ذره و حالا میتونید اینم یه مقدار بازی بدید، ولی فکر میکنم نیازی نداشته باشید چون این اون حالت بیس کارت. حالا اوکی میکنید. اوکی که کردید میاید ببینید این قسمت که دارید شما میبینید، نگاه کنید دوتا مکعبه. نگاه کنید الان اینو میزنید. وقتی که اینو زدید میاد یکی از اینا انگار جدا میشه از این شاخه اصلی. حالا فکر کنید راهگاه قالبه، دو تا قطعه بهش وصله. اینجوری میگم که یادتون بمونه. خب میاید اینو اول کلیک چپ میکنید، زیرش یه گزینه باز میشه. بعد میاید این مثلث لب رو میزنید، این مثلث رو میزنید، کلیک راست میکنید. ببینید مثلث رو میزنید، میاید روی این گزینه پایینش کلیک راست میکنید، بعد انیمیت رو کلیک چپ. ببین به محض اینکه انیمیت رو بزنید این خودش شروع میکنه به حرکت. نگاه کنید. بعد سرعتش هم میتونید افزایش بدید، کاهش بدید. میتونید مثلا اینجا الان ببین سرعت کم شد. وقتی این یک دوم میشه سرعت کم میشه. و حتی میتونید سیوش بکنید، یعنی اینو شما سیو هم بکنید. ببینید خب این مال دمونتاژ بود که بچه ها گفته بودن اینو فیلمشو برای ما بذاره.